حلزون دریایی صورتی یکی از شگفت‌انگیزترین موجودات دریایی است که با رنگ‌های زنده و رفتارهای خاص خود دنیای زیر آب را به یک نمایش خیره کننده تبدیل می‌کند. این حلزون‌ها معمولاً در آب‌های گرمسیری یافت می‌شوند و به دلیل رنگ‌های روشن و ساختار منحصر به فردشان توجه بسیاری از زیستشناسان و علاقه‌مندان به حیات دریایی را جلب کردند. حلزون دریایی صورتی دارای پوسته‌ای نرم و نیمه شفاف است که در نور خورشید طیف‌های مختلفی از رنگ صورتی را منعکس می‌کند. این پوسته نه تنها زیبایی خاصی دارد، بلکه به عنوان یک محافظ در برابر شکارچیان نیز عمل می‌کند. برخی از گونه‌های این حلزون‌ها دارای زائده‌هایی روی بدن خود هستند که به آنها کمک می‌کند تا در محیط اطراف استتار کنند. این حلزون‌ها عمدتاً از جلبت‌های دریایی تغذیه می‌کنند و نقش مهمی در اکوسیستم‌های دریایی دارند. آنها با حرکت آرام و شناور خود به پاکسازی محیط اطراف کمک کرده و تعادل زیستی را حفظ می‌کنند. برخی از گونه‌های حلزون دریایی صورتی دارای توانایی تولید سم هستند که از آن برای دفاع در برابر شکارچیان استفاده می‌کنند. حلزون‌های دریایی صورتی معمولاً در مناطق گرمسیری و آب‌های کم عمق یافت می‌شوند. آنها در میان صخره‌های مرجانی و بسترهای شنی زندگی می‌کنند و به دلیل رنگ خاص خود به راحتی قابل مشاهده هستند. این موجودات در برخی مناطق به عنوان نماد زیبایی و تعادل اکولوژیکی شناخته می‌شوند. این حلزون‌ها نه تنها به حفظ تعادل اکوسیستم‌های دریایی کمک می‌کنند، بلکه در تحقیقات علمی نیز نقش مهمی دارند. برخی از ترکیبات شیمیایی موجود در بدن آنها برای تولید داروهای جدید مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین زیبایی منحصر به آنها باعث شده که در صنعت گردشگری دریایی نیز مورد توجه قرار گیرند. متاسفانه تغییرات اقلیمی و آلودگی‌های دریایی تهدیدی جدی برای بقای این موجودات محسوب می‌شوند. افزایش دمای آب و تخریب زیستگاه‌های طبیعی جمعیت حلزون‌های دریایی صورتی را کاهش داده است. حفاظت از این گونه‌ها نیازمند اقدامات جدی در زمینه کاهش آلودگی‌های دریایی و حفظ تعادل اکولوژیکی است. حلزون دریایی صورتی یکی از زیباترین و شگفت‌انگیزترین موجودات دریایی است که نقش مهمی در اکوسیستم‌های دریایی ایفا می‌کند. شناخت بیشتر این موجودات نه تنها به حفظ آنها کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به کشف جنبه‌های جدیدی از حیات دریایی منجر شود. اگر علاقه‌مند به دنیای زیر آب هستید، این حلزون‌ها قطعاً یکی از جذاب‌ترین موجوداتی هستند بدانید.